قضیه فلسطین قضیه تنها ساکنان یک خاک و ساکنان یک کشور نیست. این قضیه ایمانی هر فرد مسلمان در هر گوشه دنیاست. هر شخص مسلمانی میباید آرزو و هوس نماز گذاریدن در مسجد الاقصی را در دل داشته باشد و یا در میدان جنگ با کمال شهامت و شرافت به مقام شهادت میرسد. اگر از مقام شهادت مقامی بلندتری در جنت هست، در زیر هر رنج گنج هاست و در پشت پرده سختی ها حکمت هاست. قرآن صفتی را در طینت یهودیان گفته به ما خبر داده که این فرارها از همون صفت است. بر زنده ماندن خیلی حریصند. از این جهت پدیده در این کشور ظهور کرده که سیاستمداران و سران این کشور را خیلی نگران کرده که آن هجرت عکسی است، یعنی برگشتن یهودیان و دوباره رفتن به کشور خود برمیگردد. این تکونوا تعلمون فانهم یعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون. اگر شما درد میکشید، رنج میکشید، آنها نیز رنج و درد میکشند و شما از خداوند چیزهای امید دارید که آنها امید ندارند. از آن چیزها آنها محرومند، بلکه در عذاب آخرت جاودان گرفتارند. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. بینندگان ارجمند، قضیه فلسطین قضیه تنها ساکنان یک خاک و ساکنان یک کشور نیست. این قضیه ایمانی هر فرد مسلمان در هر گوشه دنیاست. قضیه فلسطین امتحان ایمانی هر مسلمان است. نباید شخص مسلمان نسبت این قضیه بی‌طرف باشد. نوع مناسبت شخص مسلمان با این قضیه اندازه ایمان او، اندازه دینداری او، اندازه فهم او نسبت به اسلام و شریعت را افاده می کند. هر شخص مسلمانی می باید آرزو و هوس نماز گذاریدن در مسجد الاقصی را در دل داشته باشد. این آرزو را بپرورد. برای رسیدن به این آرزو می باید سعی کند، تلاش کند، کوشش به خرج دهد و البته می باید آرزو و هوس زوال و نابودی کشور به نام اسرائیل را داشته باشد، زیرا تا آن زمان که این کشور وجود دارد این آرزوی مسلمانان عملی نمی گردد. دوستان عزیز، هر کی با خداوند به حقیقت آشنا گردد و با او تعالی صادقانه عهد و پیمان بندد، در هیچ حالت زیان نمی بیند، در هیچ حالت به شکستگی به مغلوبیت روبرو نمی شود. اگر میدان جنگ است، او حریفش را مغلوب نموده در میدان جنگ به پیروزی می رسد و یا در میدان جنگ با کمال شهامت و شرافت به مقام شهادت می رسد. اگر از مقام شهادت مقامی بلندتری در جنت هست. بنابراین مؤمن واقعی، آنی که با خداوند عهد و پیمان بسته و به وعده خدا یقین کامل دارد، هیچگاه در هیچ حالت زیان نمی بیند. این چنین دوستان عزیز باید دانست که در زیر هر رنج گنج هاست و در پشت پرده سختی ها حکمت هاست. قرآن عظیم الشان وقتا درباره نماز را در حالت جنگ چگونه باید ادا کرد حرف میزند. در سوره نساء در آیه بعدی یک جمله تسکین بخش خیلی زیبا دارد. خداوند عزوجل آنجا فرموده: ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون. یعنی ای مؤمنان، اگر شما در جهاد، در جنگ و نبرد با دشمنانتان به سبب روبرو شدن به قتل و کشتار، به زخمی شدن درد میکشید، رنج میکشید، آنها نیز رنج میکشند. آنها نیز در حالت جنگند، میجنگند، به این چیزها روبرو میشوند، ولی فرق شما از آنان در این است: و ترجون من الله ما لا یرجون. ولی شما از خداوند چیزهای آرزو دارید، در انتظار چیزهایی هستید که آنها این آرزوها را، این انتظاری ها را ندارند. یعنی خداوند عزوجل اینجا بندگان مؤمنش را، بندگان صادقش را که در راه او می جنگند و صادقانه استوار در این راه باقی می مانند و به تلفات و به زخمی شدن روبرو می شوند، اطمینان خاطر می دهد، تسلی می دهد، تسکین می بخشد و می گوید ترجون من الله ما لا یرجون. گرچه آنان با شما شریکند در این چیز، گرچه شما با آنها در زخمی شدن، در تلفات یافتن هم مانند هستید، اما شما یک امتیاز دارید که آنها ندارند. شما از خدا چیزهای، درجات
نعمتهای اکرامهای انتظارید و به آن میرسید که حریف شما از آن محروم است. پس حریف شما مغلوب است، محروم است، زیان دیده است. ببینید دوستان عزیز، با وجود آن همه تلفاتی که دل کس را ریش می کند، با وجود آن همه درد و رنج، ببینیم که این حادثه به دشمن چنان ضربه سخت و تلخ زده که تا حال به خود نآمده. آن همه هیبت و آن همه واهمه و آن همه آوازه‌ای ساخته که لشکرش گویا لشکری شکست ناپذیر است. دیوار او دیواری است که از آن گذشتن امکان ندارد و دیگر آوازه های ساخته و بافته که همه آن در این حادثه به باد رفت و آن مکر و دسیسه های آنها آشکار گشت و در این 70 سال از عمر تاریخ خونینی کشورشان با چنان ضربه، با چنان شکست روبرو گشتند که در طول تاریخشان با چنین ضربه، با چنین شکست، با چنین رسوایی در چشم عالم روبرو نشده بودند. این دولت صهیونیستی تشنه خون طفلان و زنان حالش به جای رسیده که نه تنها مسلمانان عالم علیه او قیام کردن و کار و اعمال زشت او را محکوم دارند، بلکه پیروان دیگر ادیان نیز شریک مسلمانان شدند، بلکه هم مسلکان آنان یهودیانی که در ضمیرشان اندک انسانیت هست، عدالت خواهی هست، علیه آنها قیام کردند و آنان را دارند محکوم میکنند و از تصرف این وحشیانی به صورت آدمی اعلان بیزاری کرده ایستادند. علاوه بر این شکست جبران ناپذیر که در سطح جهانی در عالم رسانه روبرو شدند، این گروه جنایتکاری البته دهشت افکن به ناکامی دیگری روبرو گشتند که امروز عالم این چیز را بر عیان دارد میبیند. این گروه غاصب و ظالم که گوشه از کشور مردمان مسلمان را گرفته دولت بنیاد کردند و این دولت را در عالم چنان جلوه دادند که خیلی جای امن است و خیلی سعی کردند که یهودیان عالم به آنجا هجرت کنند، آمده آنجا سکونت کنند. امروز میبینیم که هزارها نفر از این سرزمین که روی خون طفلان و زنان خانه ها ساختن میخواهند سکونت کنند، ببینیم از این کشور دارن فرار میکنند. این کشوری که تا امروز آن را جای امن تصویر میکردن، نمایش میدادن، به کشوری نحسی ناامن برای یهودیان مبدل گشته که دارن هجرت میکنند و فرار میکنند و این گروه باید بهراسند، باید فرار کنند، باید امن و آسودگی نداشته باشند دوستان عزیز، زیرا شخص خانه کسی را غصب کرده به زور اگر بگیرد، علاوه بر این چند تن از افراد آن عائله را و خویش و تبار آن را به قتل رسانند، آنجا خانه سازد و اگرچه گرد آن خانه دیواری بلندی سازد و آنجا پاسبان ها نیز گذارد، می باید از هجوم ناگهانی صاحب خانه که در همسایگی او زندگی دارد می باید همیشه خاطر باشد، همیشه این را در خاطر گیرد که همسایه‌ای که ظلمش کرده، غصبش کرده، مال و اموالش را گرفته و افراد عائله‌اش را به قتل رسانیده و آن هم همسایه خیلی بغیرت و مسلمانی فلسطینی است که هرگز فراموش نمی کند و هرگز از خانه و زمینش و از مقدساتش تنازل نمی کند، دست نمی کشد. این صاحب خانه غاصبی ظالم می باید همیشه در ترس و هراس باشد. این حالت طبیعی است برای یک فرد غاصب ظالم. چیز دیگر این که قرآن عظیم‌الشأن از این فرارهای دست جمعانه یهودیان خبر داده. شاید این تعجب آور باشد برای بیننده عزیز. البته عیناً این حادثه را نه، ولی یک صفتی در یهودیان قرآن نقل کرده به ما خبر داده که باعث این گونه فرار هاست، باعث این گونه تصرف یهودیان است. قرآن عظیم‌الشأن فرموده ولتجدنهم احرص الناس على حیاة ومن الذين اشركوا یود احدهم لو یعمر 1000 سنه. یعنی ای پیامبر، تو یهودیان را حریص ترین کس بر زندگی دنیا میابی، از تمام کسان دیگر، از تمام ملت های دیگر حریص ترینند.
برای اینکه زنده مانند. علی حیات، این تعبیر قرآنی حیات کلمه نکره آمده، یعنی بر هر نوع حیاتی مهم زنده باشد. با ذلت است، با مکر است، با دروغ است، با کشتار طفلان است، مهم زنده باشد. بر هر گونه حیات حریص است. از همه ارزش‌های انسانی هم دست میکشد، مهم زنده ماند. لتجدنهم احرص الناس علی حیات. فرار میکند، جای امن نمیجوید که زنده ماند. این فرارهای دست جمعانه، این چیزی است که از این پدیده قرآن خبر داده. قرآن صفتی را در طینت یهودیان گفته به ما خبر داده که این فرارها از همون صفت است. بر زنده ماندن خیلی حریصند. حتی از مشرکان دیده آنها حریصند. یعنی عجیب است، یهودیان که اهل کتاب، اهل باورند، مادام به آخرت ایمان دارند، نباید از مرگ بترسند. اما آنها چنان پستند، چنان سفله هستند، چنان به زندگی دنیا دل بستند، چنان جنایت و مکر و دسیسه ها کردند که از مرگ میترسند. حتی از ترسیدن مشرکان نیز بیشتر. از مشرکان بی خدا که به آخرت ایمان ندارند، آنها از دیدار با خدا بیشتر هراس دارند. هر یکی از آنها آرزو میکند که 1000 سال عمر ببیند. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه. تمنا میکند، آرزو دارد، هوس دارد که 1000 سال عمر ببیند. از این جهت پدیده‌ای در این کشور ظهور کرده که سیاستمداران و سران این کشور را خیلی نگران کرده که آن هجرت عکسی است. یعنی برگشتن یهودیان و دوباره رفتن به کشورهای دیگر، که خیلی نگران کرده و آمارهای خیلی مدهش نشان میدهد که مردم میل ماندن در این کشور را ندارند. چرا؟ احساس امن و آسودگی ندارند. چرا؟ چون که زمینی غصب شده است و نحسی خون بیگناه طفلان و زنان بر ذمه آنهاست. آنها را آرام نمیگذارد. از آن نفرانی که قتل میکنند فرزندانی ظهور میکنند که مقاومت میکنند. چون آن مقاومت کنندگان را نابود میسازند، نبیره های آنان ظهور میکند، به میدان میآید، بازم میجنگند. خاصتا وقتی ما یهودی که در آغاز تأسیس این دولت به اینجا می آمد یا آورده میشد، اگر مقایسه کنیم با یهودی عصر حاضر، خیلی تفاوت دارد. آن یهودی در قدیم با انگیزه شدید و قوی دینی و این خاک و این سرزمین می آمد. برای ملتش باید یک کشوری می ساخت، یک دولتی باید بنیاد می کرد. این چون از زیر فشار و تعقیب گیتلر و دیگر آلمانی ها که آنها را آنجا قتل عام می کردن، فرار کرده به این سرزمین می آمدند و می دانستند که در هیچ جای دنیا دیگر جا ندارند، باید اینجا جا شوند و خانه سازند و ادعای این زمین و این کشور کنند. اما یهودی عصر حاضر شهروندی دیگر کشور دارد و آن رفاهیتی که در کشورهای دیگر میتواند به آن رسد به آسانی دست می‌یابد. در اروپا یا در امریکا او را کسی تعقیب نمی کند مثل یهودی های زمان اول و او را در آنجا کسی تحقیر هم نمی کند، زیر کدام یک فشاری هم نیست. برعکس مال و اموال و ثروت دارند، وظیفه های بلند دارند، به آسانی میتواند به کشور دیگر رفته به آسودگی عمر ببیند. بنابراین آمارها نشان میدهد که 30% مردم این کشور میل هجرت دارند و جدی در پی ترک این کشور هستند. این همان سنت الهی در هستی است که حق به حقدار میرسد، چیز صاحبش را پیدا می کند و هر چیزی به اصل خود بر می گردد. این تکونوا تعلمون فانهم یعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون. اگر شما درد می کشید، رنج می کشید، آنها نیز رنج و درد می کشند و شما از خداوند چیزهای امید دارید که آنها امید ندارند. از آن چیزها آنها محرومند، بلکه در عذاب آخرت جاودان گرفتارند. به امید آسودگی اهل عالم، به امید به عزت و سربلندی رسیدن مسلمانان، به امید آزاد گشتن قبله اول مسلمانان، به امید نماز گزاریدن در مسجد الاقصی. خدایا رو مددگارتان.